تقویت حافظه برای افرادی که می‌خواهند در زندگی پیشرفت داشته باشند یک نیاز محسوب می‌شود. روش‌های زیادی برای تقویت حافظه به خصوص بلند مدت وجود دارد که در این بخش آسمونی به چند مورد از آنها اشاره شده است. با ما همراه باشید. حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت. حافظه کوتاه مدت همان بخشی است که مغز برای ذخیره اطلاعات کوچک همون لحظه دریافت کرده استفاده می‌کند. برای مثال اگر شما فردی را برای اولین بار ملاقات کنید و مغز شما نام فرد را در حافظه کوتاه مدت ذخیره می‌کند. تحقیقات نشان دهنده این هستند که حافظه کوتاه مدت میتونه تا 7 تکه کوچک از اطلاعات را ذخیره کنه و بعد از اون اطلاعات جایگزین هم خواهند شد. اما هنگامی که شما برای یک آزمون مطالعه می‌کنید، حافظه بلند مدت شما درگیر می‌شود. به خاطر سپردن خاطرات زندگی، لحظاتی که با دوستان و فامیل داشته اید و سایر موقعیت‌های مشابه در قسمت بلند مدت حافظه ذخیره می‌شوند. حافظه شما درون مغز شما است. همه ما می‌دانیم که حافظه بخشی از مغز است. پس هر چیزی که به تقویت مغز کمک کند، به تقویت حافظه نیز کمک خواهد کرد. تمرینات فیزیکی، ورزش‌ها و فعالیت‌های فکری، بازی‌های فکری و پازل مثل حل جدول و سودوکو از مثال‌هایی هستند که تأثیر آنها بر حافظه اثبات شده است. عقل سالم در بدن سالم. تغذیه سالم، دوری از استرس و کنترل عصبانیت از مواردی هستند که نه تنها باعث میشن مغز شما راحت‌تر بر روی موضوعی تمرکز کند، بلکه برای سلامت جسمانی شما نیز مفید هستند. خواب کافی در طی شب نیز بسیار مهم است. موارد مهم دیگر شامل مواد غذایی ویتامینی، امگا 3 و سبزیجات هستند. اولین نکته برای داشتن یک حافظه خوب، تمرکز است. برای اینکه اطلاعات در مغز شما بهتر حک شوند، باید بهتر تمرکز کنید. تمرکز کردن یکی از دلایل اینکه چیزی خوب در ذهن شما ثبت نمی شود. انجام همزمان چند کار است. بر روی کاری که انجام می دهید تمرکز داشته باشید و همزمان با آن کار دیگری را شروع نکنید. این مسئله به این دلیل اهمیت دارد که مغز برای ثبت صحیح و کامل اطلاعات به زمان نیاز دارد. اگر اطلاعات به درستی در مغز یا حافظه ثبت نشوند، نمی توانید آنها را کامل به یاد بیاورید.